جناب اونر تو را زیارت آمدم. با زیارت من؟ بله باشد. چخیل رفته ایستاده است. به زندگی نباید عادت کردی جنابی اونم. چخیلی که شنیدم جزای حجرگی گرفته. تو در اینجا چیکار میکنی؟ میکشم. آرام باش اونر. باور نمیکنی و به خدا که برای نجات دادنی تو آمده. هم نفهمیدی من چقدر جدی هستم. سینان گوش کن. تو اگر با من نرقصی نوا رو با امنیت میسپرم. ایست نرم. نجات من اومدی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ باز چی نیرنگ داری؟ به خدا اونر اگر این خیلی کنی من میروم تا آخری عمره در اینجا پوسیده میروی. ای بشرف، از اونی که تو مرا نجات میدی اینجا پوسیده روم خوبتر است. اونر من هم طلبگاری نجاتی تو نیستم. به من باشد اینجا مرده پوسیده رو، اما مجبور شدم که آمدم. چی خیلی مجبور شدی ها؟ چرا مجبور شدی؟ مرا دیوانه نکن. باز از پی چی هستی؟ ای ابله چرا مرا نجات دادن میخوایی؟ ای اونر چرا نمیفهمی ها؟ مرا مجبور کردن تو را نجات دهم. چرا نمیفهمی؟ ای دیوانه کی مجبورت کرد؟ برآمدی میفهمی کی تو را میخواهد نجات دهد. با چشمان خودت میبینی. میایی یا نمیایی؟ شد تمام. نجات ده. اگر نجات داده توانی. اما از اینجا که میبرایم اولین کارم تو را کشتن است. این را میدانی همه خیلی نه؟ امشب تو را میگریزانم فهمو؟ آماده باش. اما اولا باید به آزمانی رقص رفته برقصم جنابی اونم. این بیشرف بار دیگر که آید دیگر مرا جغ نزند. سلین جان امشب آزمون رقص بسیار خوب خواهد گذشت. به فکر من بهتره جفت ما میشویم. البته زورا جان. تو بازید میریست.
قربانو امشب رو برای شما آماده کردم. تشکر زیاد جناب کنعان، مرا چنان خوشحال کردید که. خوشحالی شما خوشحالی من است. تشکر زیاد. حالمون رو ببین. اول در این آزمون رقص کرده، بعدن رفته اونال رو از محبس میگریزونه. چگل حیات سام نشد. سبحان آمد. با سبحان یکان چیزی که نوارو با امنیت میدیم میدونی کو. سلام علیکم. صوت خوبی هست؟ چیکار میکنی ها؟ دستی دختر رو سرده؟ چه خیلی یعنی برای دستی دوزداشتن رو قبیدن از تو اجازت پرسم؟ سوز گبزم. سبحان ایست. بله من با جنید میرقصم. شنیدی انگه چی گفت دور شو؟ سبحان ما ویرا با من میرقصی. خیر رفیقان، همه اتان خوش آمدید. اکنون آزمونی رقص را آغاز میکنیم. همه را با میدان میخوانم. آزمون آغاز شد. سیلین ما رو صورت نمیگیری مگر؟ البته میگیرم. رحمت خواهش میکنم چیزی نیست. تو رقصیدن را یاد کردم زیاد. من هم یاد کردم. آخران بار کی رقصیده بودیم؟ آخران بار در نامزدی همون هر جا باشد. نامزدی ساخته همون البته. اما عشقمون حقیقی بود. گرچه آن زمان مرا دوست نمی داشتی. با آسانی دوست نمی دارم، اما اگر دوست دارم تا آخر دوست می دارم. من همین چیز رو شنیدم میخواستم.
هجری؟ استاد یک سوال دارم تاجیلا باید پرسم. هجری پسرم ایستا وقتش نیست رقصیده ایستا. استاد پرسیدنم لازم استاد. چرا این خیل میکنی؟ چرا این هوای رمانتیکی رو ویران میکنی؟ استاد بسیار عذابم داد. کی عذابت داد؟ سوال استاد سوال عذابم داده ایستاده است. اوف پرس هجری پرس معلوم شد که نپرسیدن نمیتوانی پرس. استاد اگر در روز 1 اپریل دروغ گوییم آیا برای ما گناه نوشته می شود؟ آیا ما گناهگار می شویم استاد یا اینکه نه؟ چی میگویی پسرم؟ من سوالی داده‌ات رو نفهمیدم. میدانید که استاد در روز 1 اپریل همه دروغ میگویند. آیا ما دروغ گوییم در آن روز با شوخی برای ما گناه نوشته می شود؟ با این سوال‌هایت بیزار کردی. اقلا امروز سوالات رو ده پگاه جوابش را بگید. نه انسانی که در روز 1 اپریل هم دروغ میگوید گناهی عظیم میگیرد. دروغگو دشمن خدا است. فهمیدی؟ با شوخی هم دروغ گفتن انسان را گناهکار میکند. یعنی جایز نیست استاد؟ پسرم جایز نیست. تمام استاد همین خیل می نویسم. همین خیل نویس. تمام خدا از شما راضی باشد. مایل شینگه خدا از شما راضی باشد. خیر رحمت پسرم با تو نیستم. استادم بسیار داناست. خیر سوپان بیا رفتیم رقص کنیم. رفتیم. جنابی کانون ما چرا رقص نمیکنیم؟ اما من وای یعنی نمیشود جونم. اول ما میرقصیم بعد غالیبان رو معاین میکنیم. خب چه خیلی که شما میخواهید. سلام سیلا من کمیسر لیا. از راستی؟ البته عجبا شما با من رقص میکرده باشید یعنی؟ لوین حاضر در یک جوت چونان شطه میزنم که فلج میشوی. دف شو. ببین تو رفته با کلتکلس رقص کن اگر جرأت کنی. با کلتکلس نیست اما شمشک بوده است. در روز نامزدی اما من را کلتکلس گمان کرده است پس او بسیار دریده حالا بوده. حالا هم نامزدی میگوید شرم نداشته. لوین رو که حاضر بسیار عصبی است. دف شو. بیعقل. این رو چیاکو حالا هم استوده است. بیعقل. گپت رو شنیدم. سازی شوکتی بیعقل. من خوبم لیو. خدا چه خیلی؟ درد عشق بسیار سخت بوده است. راست گفتی دروغگو بسیار سخت بوده است. شیطان میگه که رفته از دستش بیدار میانش رو بقم و با او رقصی پقته بکن. پقته نه بچته. فرقش چیه؟ فکری خوب.
برای رقص بچتا این میدان کمتر میده. برای رقص سالسا میشود. سالسا. من این رقص سامبوسا را خوب میتونم. رقص سامبوسا؟ اینجا بیا پیش بدارم. چیکار میکنی ها؟ شوکت من و تو بخ نداریم. اگر تو بخ نداشتی دندونی ما در نمیکرد. تو راست میگویی برادرم لوینت. آخه من تو شوکت روزی نداریم. جانم حاضر می آیم یک لحظه. رسم گرفتی سیلین؟ البته گرفتم. بهترین هستی. کلی ببین. دوستان گرامی برای اشتراک به همه‌تان تشکر میگویم. حاضر باشد غالبان را اعلان میکنم.
یعنی وی برادری دوگانی که داملا زیا استاد احمد و همراهش زهرا می باشد. زودتر راه کش شوکت، اونال رو نجات میدی. گپوتا دندانات میشنم. خوب هستی؟ خوبم. اونال رو از محبس باید گریزونیم. خورسنده کردیم اما جنید کن اینجا بیا. حالت خوب است؟ سومان ما رو تنها میگذاری؟ تو این رو با من چه خیره رو دیدی ها؟ با یک قاتل دوام دادن نخواستم سبحان. من را قاتل گفتی؟ من برای تو شده قاتل شدم. بخشش. برادر چیزی که آنها فرمان دیدن به گپ آنها را اجرا میکنی. 1 سال برای آنها خدمت میکنی. چی میدانم شوکت، راه دیگری ندارم. عینی حال از دستم چیزی نمیآید. الله شب خوشی بود همین خیلی نیست سینان جون. خیر من به اتاقم میروم. شب خوش. شب خوش. بازی ها چقدر جفتی زیبا بودیم. کاش تو هم می آمدی میلیس، خورسند می شدی. اما تو هم روح نداشتی. همین خیلی فراموش کردم، ببخش مرا. اصلا یک نفر بود کو و یه آدمی نقاب دار از آتش تو رو نجات داده بود کو. خیر برای خودت زاغ سیاه را یافته باشی. اکنون از دست داشته من دور میگردی. بین میلیس، ما بازی بسیار خوشحالیم. فکری در بین ما در آمدن را از عقلت دور کن. برادر کنی چه خیل نقشه داری؟ اونال را چه خیل به بیرون میبراری؟ از 2 نگهبان گذشته به دیوار برآمده به باغچه میروم. از آشخانه گذشته راست به حجره کامیراهای نظارتی میروم. در کامپیوتر سمت کامیراها را عوض میکنم. میخواهم در مانیتور همه نوارها خوب نماید. اوها نقشه را ببین. خیبر یعنی که ما اونال را به بیرون برآوردیم، آنها نوارهای پیشین را تماشا میکنند. بعد از این 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه کلید حجره اونال را یافته، در را کشاده، اونال را گرفته، به دیوار برآمده میگریزیم. همش همین. اوها همین قدر؟ تو این رو در کدام کینو تماشا کردی؟ تو اولش رو نقل کردی، به خاطر گرفتم، در آخرش اومدی اولش گم کردم. شوکت میگویم 15 دقیقه وقت داریم. در 15 دقیقه آمدم نامدم بدون که مرا دستگیر کردن. این خیلی نگو، در 15 دقیقه همیجا میشه. من منتظر هستم. اول من تو رو کمک میکنم، اونال رو میبروریم، بعد یک جای رفته بانو رو میدوزیم. کدام بانو؟ چه خیل دوزیدن؟ دیوانه هستید؟ من بانو رو به کنان دیوانه نمیدیم، میرم اون رو میدوزیم. این پرکتیک میشود. مرا فهمیدی؟ مایل شوکت مایلش. بانو و شوکت نشوند یک جا. عشق در دنیا ندارد معنا. خاموش بچه. نسکیات پوشتگی بو ایدئول نغلطی.
وضعیت آرام است. تو اینجا چی کار داری؟ وقتی گپ زنی نداری مونال خیز میره. میرویم کتاکیلاس میرویم. برای من تو رو میکشم. زود باش راهگر. نوبتداری بالا بودرا چی کار میکنیم؟ نوبتدار همیشه در حرکت است. 50 ثانیه براست، 50 ثانیه به چپ نگاه میکنه. در مدت 50 ثانیه باید به دیوار برآمده به آن طرف گذاریم. رفتیم وگرنه دستگیر میشویم. چی؟ من کتاکیلاس هستم. با اون دیوار چی خیلی میبرایم؟ اوف شد بالا برایم برای تو بند میپتایم. تنها زود باش میلش. کجا گم شدی؟ براز که گشت میره فهمیدی؟ فهمم. رفتیم. بند را گیر. چیکار میکنی؟ آفرین شوکت آفرین. در آخر کاری کردی بگیرین را. خیال کردم ترسول کرده است. این چی کار است که تو میکنی؟ این رو به خونه آدم کش میبری باوری داری؟ مایلش این خیلی بهتر است. برای ما اکنون او در دستی ماست. این پان ارماتور خدای خلاص بینه. آیسته آیسته سرش رو نزنه. درایه دیگر چیکار میکردم آخر؟ بیا کمتک بگیرم. بیا اکنون رفتیم. زود باش شوکت زود. باید کسی نبینه. استو در را پوشم. در تبا پوش. گذر مثل خروزنین است. بچه ای قیواز بینه ای. راگر میگون ارماتور خود رو بوار نمیکنه. به ایخی بده روزا کشتن درویم. شوکت بگیر در آکشا زودتر باش. یقا کلی بیسوره کدوم کلی چه؟ کلیدی کلان شگون کس نمیدد باز. ای خر بچه در راک شده نمیتونی ها؟ زود باش. چی من میزنی؟ سردیچکای کلیدی تو ایرونه یا باید از اون تو خود است. اینه قریب اومد. خدا لعنت کنه بگیر زودتر. اینه درک شده شد بکش. داریم زودتر.
گذر زودتر بگیر ای مانوش گذر کلاسی پردو را ای مگزین اکای حکیم خریدی؟ باهوش نوه این حیوان بگریزه برادر؟ پروا نکن فکر اینشو هم کردم من زنجیر اوه این زنجیری فیله گوش کلاس این سگه که به زنجیر میبندیمش این آدم ما رو یک جای ببیند تماما چیزی دیگر میشود یکون بندی سبکتر نیفتی برای همین باید تصمیممون رو بگیریم این طرفی زنجیره در کجا میبندی؟ حالا تو ایست ها؟ به رادیاتر گرم کنی خانه میبندی این رو بگیر بیا برادر این حیوان گیزالا نشوه و همین اطرافی این را بکنه خانه پوری او شود خالینو جزیر میشده؟ نه اکنون تو همین قدر واهمه کردی آخر برادر او رو مثل حیوانی وحشی بستیم کو؟ توبه استغفرالله ای بیدار شدی مرا چیکار کردید؟ کاری نکردیم برای آرام نشستن تو رو بستیم این چی است؟ این چی است؟ با زنجیر سگ بسته مرا شما دیوانه شده؟ نه اونه اگر با زنجیر سگ میبستیم تو آن را میکندی برای همین با زنجیر فیل بستیم با این فیل را میبندم مرا شاید مرا حیوان اون الارم شوکت تو همین جاییست اگر کاری کند به سر از زن که از خوش رود با چی بزنم؟ چی میدونم با کفگیر است با کفلیز است من این رو چیکار کنم روزی اخیم؟ شنیدی مرا؟ این کار را ببین کمیسر اونال در خانه من می ایستاده است گرچند پایش را به زنجیر بستم اما حالا هم خواتیرم ای خدای مهربانم چقدر حیاتم شیرین بود مثل احمد شمشک حیاتم را ادامه میدادم اگر بد بشد ای وای آف اکه اونال با من میبود هوید میکردم به خدا شوکت کنی اینجا بیا کشانی را ای وسوسم نکه به خدا شوکت کشا میگویم یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی اکه اونال کلیت ایره من ندارم به خدا بریشی همجا آخی جد سوزه تمام شوکت تمام بیا یک گم میگویم ها؟ لعنتی پرات بزنم بشیدوتا کس گم شو کل جاد بگذر تر جاد بگذر حرامی لعنتی این بالشتی که در دست داری با تو میخورانم اونم تیج بجویت گذر حرمتت کردم ای خود رفتی اونم ولی با این تکسری میزنم اون حیوان بانو جان میس بانو همراه ما رقص میکنی اصلکم کنی اینجا بیا بشرف ای شوکت با تو گفتم به سر زن از روش رود خوابم نمیبرد من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی رقص با مرگ مرده هر دوتون را از این خانه میبرارند ولی مجیم بیام سر مدر بلای کیفتت منو معلمه اینجا بیا جانکم نزدیکتر بیا بانو جان خیلی نکن نفس میگیره چیکار میکنی؟
بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. از دست شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید شما دختری ابله. کالتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم به سرش بیزن ازش شود. همینش رو امان کنم یا خدایا. برادرم کالتا کلاس. چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدونی بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدم قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنش رو میشکنم. بین خواسته ای تو اونیست من هستم. رها کن او را مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. راو کلیدها را بیار. کلیدها رو؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست تمام تو آرام شو. آرام شو. اکه اونا مرا گوش کن. بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم. همش فکر یعنی موهای مرا سرت یک کمرا نکش که او بال بشه. خرپچه احمق آدم فروشی را خوب میدن. بکشم اخی. تمام اونال آرام شو. کلیدها را میارم. میلش آرام باش. ته بچه جو کمیسر سرتی زود داره. باش زود. برادرت حاضر نمیرد. زودتر باش میگویم. بردوبه نفسو گرفت کمیسر. اونال تمام شد. ایست. آهسته این بوی چی است؟ چه خیل بوین؟ بوی موی نیست. یکان چیز با ما شامت هم. روز میگه بخوره بو هست. بیشرف کنی اینجا بیا ایزا گذر. ناخده برا کلیتا را بگیر. خانه بوی گرفت. بخدا کلیتو رو در حیاتم دیگه نمیگیرم. من اونال دا نزدیک نمیشم دیگه. توبه کردم. چی شد؟ زنجیر بسیار غفص است میگفتی. کم مونده بود که نفست بگیرد. بخدا قریب میمردم. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ بخدا بیعقل نیستم. یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد. با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی. دیوانه هستی ای بچه خواب بودم میگم نمیفهمیگم. خاموش. خواب بودم میگویم. بیعقل. با آنجا گذر با دقت خواب کن. ای برادر من در اینجا خواب نمیکنم. همراه تو در اون خانه خواب میکنم. کلی گذر بدن میخوابیده است. کله نکن. هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش. ای کله از طرف من دستک نزن. اوز من بری تو میرم خواب میرم. خودش در اون خانه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه. بخدا میگزیدم چیلو کلو میکردم. نخود با سگ خواب رویم. برادر من میرم. تو چی کار میکنی؟ برادر این احتیاط که میگذد بخدا. افتی را بینوخی رفته و بوزی کنم که بوی سگ گرفتم. بعد رفته برای آشخانه اگان چی خریدم میارم. شد تمام رو. احتیاط که نگذد من. نهلش رو. این توشا یگان خوردنی گذارم برای تو که نماری. گرسنگی شدی میخوری. از آن خوراکایی میخورده ای تو نیست. قناعت کن. بگاه با آنها وام میخوری. آرام بشین. مشکلی ایجاد نکن.
آقای زهرا. جانم امروز در بیرون صبحانه میخوریم؟ مایلش جانم. در کجا میشینیم؟ در مکانی که آخران بار صبحانه کرده بودیم. شد عشقم تو بازدید؟ تمام جانم. یا خدا بسیار خورسندم که بازی ها صبحانه میخورم. میلیز به عشق میماند. غیر این گونه است. این ناممکن است. بچه ها داملای دیوانه چند روز است که به اینجا نمی آید. یگان بلا به سرش نامده باشد. دیگر برای چی آید؟ او دمخلش رو از دست داده است. درست. مسجد ما به ایمانمان بخدا. ایمانمون از دست نرود، اما که خلیل دیگرش مهم نیست. امجش از زور گفتی اجری. درست گفت. چیزی که من میشونم شما هم میشنوید. من هم چیزی رو شنیدم. اونای ما دیوانه شده است، بکسیور شده است. ببینید منم بکسیار آرام شد داملا. من به شما باقی یاد بدهم. این داملای دیوانه نیست مگر؟ سلام علیکم داملا. در داملا بینیم شکست ایوان. کی هستی؟ تو برای چه مرا زدی ها؟ من داملا نیستم. من بکسیارم. بکسیار. ای داملا آرام شو. من تو رو یک لحظه فهمانم. من رفیق همون داملای ساختکار بود کو. ای داملا یک لحظه بس فهمانم. من شوکتم. شوکت شیر نرم کو. داملا یک دمیست. تو بوکسور نیستی. تو داملای ساختکاری دیوانه ای کو. من امامی دیوانه نیستم. من بکسیارم. بکسیاری حقیقی من بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. بکسیاری حقیقیم. بکسیاری حقیقیم. من چمپیونم. من بکسیاری حقیقیم. این دیوانه رفت. خیلیت رفتی. با او یک سلام دادیم زد دهن و بینی را همه را شکستی در پده بود. عشقم خوب شد که یک جای نهاره میخوریم همین خیلی نه؟ بله گاگا این کنیم خوب است. میکنیم. از گرسنگی مرده ای چی؟ اینقدر زود خورده ای سده؟ نه جانم گرسنه نیستم. تو رو بینم اشتباهیم کشوده میشود. عزیزه که شیرینی من. وقتی که با آن دست شپاتی زده بود شیرین تر بود. مرا گوش کن سیا. حالا هم من تو را نبخشیدم. اون شب را لطفاً به یادم نآور. حیاتم یعنی آرام شو. جانم اصل خور. عصبت را آرام میکنم. شوخی کردم. دوست داشته ای ترسن چکی من. این رو به من چه روا دیدی زهرا؟ باز برای آن بیشرفم؟ جناب احمد در رو کشید. من باید با شما صحبت کنم. لوند این به عقل اینجا چیکار میکنه باشد؟
احمد جان، سردارم از محبس گریخته است. وضعیت بسیار بد است. یعنی حیات شما در خطر است. من باید در حال به شما کمک کنم. شما در رو در کشایید. یاری دیت این صدای سردارم است کو؟ یاری دیت نگویم. آواز سردارم است که از درون میبره. یگون کس هست؟ این سردارم اما شمشک را اسیر گرفته باشد. اگر این خیلی باشد چرا سردارم یاری دیت گفته داد میزند؟ شاید برعکس باشد. یاری دیت سردارم شما در درون هستید؟ لوین در درون هستم. نجاتم ده. کارتکل از مرا اینجا بسته است. زنجیر بند کرده است. بیا. سردارم شما در اینجا چیکار میکنید؟ طبق قانون و قاعده شما باید در محبس باشید. من به تو دیگر چی گویم؟ کارتکل از مرا گریزان اینجا زنجیر بند کرد. بیا نجاتم ده. تمام، من شما را نجات میدم. پروا نکنید. خدا خواهد باز به محبس برمیگرده. درو به عقل بیا مرا نجات بده. که تبر نیستن. لوین نجات ده مرا. سردارم از برای خدا شما اینجا چیکار میکنید؟ غیر از شما چرا از محبس گریخته؟ چی خیلی گریختم به عقل؟ من آدم قانون هستم. از محبس میگریزم. کارتکل از گریزنده آورده مرا اینجا زنجیر بند کرد. نجاتم ده. یا سردارم از برای خدا، برای چی شما دروغ میگید؟ کارتکل از برای چی شما را از محبس میگریزنده است؟ هم مرده یک دروغ زمینی بگو آخی. پسرم نجات ده. سردارم من به یک شخص شما را نجات میدم. با من وعده میدید که همین که شما را نجات دادم به عقلی نکرده از دست من نمیگریزید. از پس من راست به محبس میروید. من شکر نه. تمام لوین. تمام. با تو همچون سابق کمیسر قول میدیم که نمیگوزم. رفیق کمیسر دیگر در من این خیلی قسم ها نمیگذارد. رنگ انسان قسم خورد. به عقل حاضر قول دادم کو. انا این خیلی قسم خورد سردارم. کلچپ بزنم که همین که مرا نجات دادید هرگز از دست شما نمیگریزم سردارم. لعنت به تو لوین. انا همین خلیب زند که نمیگریزم. خلیب بوسه کردی آخی؟ هم بوسیدم. تمام. کنیک من بینم. سردارم یک مشکلی کلان است. کلید این قلف در کجا باشد؟ چی؟ در اون اتاق هست رفته بین؟ در یک آنجا هست رفته بین؟ کف؟ در اتاق جناب احمد؟ میلش. جناب احمد نگوید. الان آنجا رو ببین. زود باش لوین، زود باش. سردارم به شما خبر خوش دارم. کلید را یافتم. زود باش پسرم، زود باش که دیگر طاقت ندارم. چند ساعت از که همینجا هستم. به خلیب قسم خوردی، فراموش نکنیم ما. تمام بدوکه. وای. من خطای سخت کردم که دست و پای او را از زنجیر خلاص کردم. آخر زوری من به او نمیرسد که انشالله که نمیگریزد. اگر گریزد مجبور که او را میپرانم. از این اونل دیوانه چه خیلی نجات میافته باشیم. بلا را به سرم آوردم. اوف. چی کار میکنی دیوانه؟ میپرانی؟ نه سردارم، من شما را راست با محبس میبرم. اگر اگر نامخالی نکنید من شما را نمیپرانم. ای پایم کن. به قفا رو کمیسرونال. به قفا. لوین تکی زله نکن. این بیعقل به شوخی من رو به محبس میبرن. ای لوین دیوانه هستی تو؟ با خلیب قسم خورده بودم که به محبس میرویم. اول لباسم رو عوض کنم بعد میرویم. نمیشه سردارم، لباسات 100% پیش بدم. 2 دقیقه منتظر شو، لباسم رو عوض کنم. نه من باید دست و پای را زنجیر بند کرده با محبس میبرم. این خیلی نمیشود. از 1 دقیقه زنجیر کجا؟ چی شد لوین؟ ایستا. آرام شو دیوانه، چی گپ است؟ این بوی چی میکند؟ این یک بوی کن. بوی چی میکند سردارم؟ نمیدونم بوی چی میکند. نمیدونم چی خیلی که بوی شناس توفتیسه. شما نمیدونم سردارم. بوی خیلی مانند
چه بوی تیز، بوی بیهوش کننده، به عقل، دیوانه. اکنون تو رو میبندم. در کجا بود کلید؟ انا اینجاست. من به آن محبس دوباره بر نمیگردم، به عقل. سردارم راستی که بخوام مردک خوب نبوده. من میدونم که تو نامردی، یکی مرداشتم در کار. از پس این به عقل شده بیهوده قسم خوردم. اکنون مجبورم که یک فقیر رو سیر کنم. این نامرده کل رو با خود برده است. آسیا بنا بده. چی شده ابله؟ به جای نشست ماندی؟ چیزی نیست. میدان چیکار کن؟ این دست را راست ایستاده گوش کن. به این هم تو در اتوبوس راستا میایی و به این عادت کرده ای. چیزی نیست. سبحان تو را گوش مکن، بیا برای من خالی است. رفته استاد امروز بعد مکتب به مسجد رفته کمی امری معروف کرده وظیفه برادرت را اجرا کنید. یگان وقتی دیگر میایم جناب کنان، امروز نمیشه. چی خیال نمیشود. اعتراض نکنید، وعده داده بودید. استاد شیرالی شما هم آمده از امری معروفی استادمون استفاده برید. بسیار خوب جناب کنان، با استاد احمد خیلی وقت زیاد است که رفیقی داریم. یعنی یگان بار امری معروفش را گوش نکردم. بسیار خوب میشود انشالله. انشالله انشالله. کن اینجا بیا. سینان رو چکار کردی ها؟ کنی گبزن روز چی هلاو نیرن کردی باید باخت گردانت رو میبرم. بگو چکار کردی سینان رو؟ جناب کنان، من یک چیز رو نفهمیدم. به این مسجد یگان امام میفرستادند، مولای نو می آمد. امروز او امر معروف و نهی منکر میکرد، خوبتر میشد. یعنی استاد قول داده چرا از گپ میگریزید؟ به این هم وقتی که شما باشید چرا این استاد موسیقی وعظ میخواند است؟ یا خدایا رنگ اما اکا کالت کلاس دروگه چه نفهمیدیم وقت. اکا این بجوی برادری داملازیا گذشتگی آدمی ساخته نباشد؟ راست میگه. چه گپ است؟ تمام جناب کنون، این خیلی باشد من وعظ میخوانم. نه استاد نه، این کارها با ناراضگی نمیشد. اگر رحمتی دامالا زیا می بود هرگز ما را به امر معروف نمیگذاشت. من در شما قابلیتی او را نمیبینم. استاد یک سوال زور دارم، پرسیدن ممکن است؟ تو خاموش باشی اجری، سوالات را بعد میپرسی. امروز تو وعظ میخوانی. وعظ؟ من؟ در جایی که استادم باشد من چه خیلی امری معروف میکنم آقای کنعان. این دامالازیا نیست، برادری دامالازیا است. کنی پیش درا. آقای کنعان من هجری بسیار گپ زدی، مجبورم نگو که از گوشت گرفته برم. کنی پیش درا، من هم گوش کردن میخوام. مایلش بیا اکا کنون عباری بولو بگذار. بیا بگذار اخی. بچه خیره. به نام خداوند بخشنده و مهربان، شما را به یادآوری مرگ سپارش میکنم.
аз марг камтар ғафлат кунед. чӣ гуна маргро фаромӯш мекунед дар ҳоле ки ӯ шуморо фаромӯш намекунад ва чӣ гуна тама меварзед дар ҳоле ки ба шумо муҳлат намедиҳад. марги гузаштагон барои ибрати шумо кифоят намекунад. шитоб кунед ба сӯи обод кардани хонаҳое ки шуморо ба ободонии он фармон доданд. неъматҳои худоро бар худ тамом гардонед ва аз исьёну нофармонӣ канора гиред, чунки соатҳо дар рӯз ва рӯзҳо дар моҳ ва моҳҳо дар сол ва солҳо дар умри одамӣ шитобон мегузаранд. агар мардум дар азамати қудрати худо ва бузургии неъматҳои ӯ фикр мекарданд, ба роҳи рост боз мегаштанд ва аз оташи сӯзон метарсиданд. аммо дилҳо бемор ва чашмҳо маъюб аст. оё ба махлуқоти кӯчаки худо нигоҳ намекунанд ки чӣ гуна онҳоро мустаҳкам офарид ва таркиби андоми онҳоро барқарор кард ва гӯшу чашм барои онон падид овард ва устухону пӯсти муносиб халқ кард. ба мурча ва ҷусаи хурди он бингаред ки чӣ гуна латофати хилқати ӯ бо чашм ва андешаи инсон дарк намешавад. ё худоё, ту чӣ хел аз хона баромадӣ? бешарафи лаънатӣ, ин дафъа аз дастам наҷот намеёбӣ. туро мекушанд. дар масҷид одам мепаронад? дину имон надорӣ ту? бин ин кӯдак чӣ қадар зебо панду насиҳат дорад. имон биёр, ақаллан қалбат нарм мешавад. шояд тавба мекунӣ. ту тавба кун абла. ҳаёти ту пур аз гуноҳ аст. ин хел бошад бародар, биё баробар тавба мекунем. чӣ мегӯӣ? бин чӣ хел бача хуб вазъ мехонад. вазъ не, вазъ. вазъ. фармони худо ҳукми ҳатмӣ ва ҳикматдор ва хушнудии ӯ мояи амният ва раҳмат аст. сипос худовандеро ки суханварон аз ситудани ӯ нотавонанд ва шуморандагон аз шумориши неъматҳои ӯ нотавон ва кӯшишкунандагон аз адои ҳаққи ӯ дармондаанд. худое ки фикрҳои амиқандеш зоти ӯро дарк намекунанд ва дасти ғавосони дарёи илмҳо ба ӯ нахоҳад расид. парвардигоре ки барои сифатҳои ӯ ҳадду марзе вуҷуд надорад, махлуқотро бо қудрати худ офарид ва бо раҳмати худ бодҳоро ба ҳаракат даровард ва ба василаи кӯҳҳо ларзиши заминро ба оромиш табдил кард. эй бандагони худо, сахтии ҷон кандан ва ҳасрати аз даст додани дунё ба дунёпарастон ҳуҷум меоварад. баданҳо дар сахтии ҷон кандан суст шуда ва ранг бохтаанд. марг ором ором ҳамаи андомашонро фаро гирифта ва забонро аз сухан гуфтан боз медорад ва ӯ дар миёни хонаводааш афтода ва бо чашми худ мебинад ва бо гӯши худ мешунавад ва бо ақл дуруст меандешад ки умрашро дар чӣ корҳое табоҳ карда ва рӯзгорашро чӣ гуна гузарондааст. ба ёди сарватҳое ки ҷамъ карда меафтад, ҳамон сарватҳое ки дар ҷамъоварии онҳо чашм бар ҳам гузошта ва аз ҳарому ҳалол ва шубҳанок гирдоварӣ карда ва акнун гуноҳи ҷамъоварии он ҳама сарват бар гардани ӯст ки вақти ҷудоӣ аз онҳо расида ва барои ворисонаш боқӣ мондааст, то аз он баҳраманд шаванд ва рӯзгори худро бигзаронанд. роҳатӣ ва хушии онро дигарон мебинанд, вале азоби он бар уҳдаи ӯст ва ӯ дар гарави он сарватҳост ва ба хотири воқеиятҳое ки вақти марг мушоҳида кардааст, аз пушаймонӣ дасташро мегазад. ё худоё, маро бубахш. омин. сарватмандон дар рӯи дунё бениҳоят зиёданд, аммо пулашонро ҳамеша захира мекунанд. худашон аз ин дунё мераванд ва сарваташон бошад ба дасти дигарон мемонад. агар сарвати зиёдатӣ аз ниёзашро ба фақирон бахшад, худованд онро даҳчанд ба ӯ бармегардонад ва хайри дунё ва охиратро ба ӯ насиб мегардонад. худои таоло гуноҳони моро биомурзад иншоаллоҳ. омин.
تو اینجا انتظار شو، تو همراه من بیا. چرا من؟ چون که کالتاکلس را یگانه پلیسی که دستگیر کرده بود تو بودی. من آدمی قانون هستم. یک حیات تو بر این آدم ها را به محبس فرستانیدم. چرا برای تو کار میکردم؟ باز با کالتاکلس؟ اگر خواهی به شاتر و تاناسی در اومدگاه محبس برند. چشم مرا با همین خیل افسانه هایت میخواهی ترسانی؟ ببین با تو تکلیف میکنم که هرگز رد کرده نمیتوانی. چی بوده است؟ یا خدایا اینها در آن چی گپ زده استادن؟ اگر به سر اونال پرونن هم به من کار نمیگیرن با او چی تکلیف میکرده باشم؟ به محبس رفتن نمیخواهد این دیوانه. ببین اونال اگر تکلیفم را قبول کرده 1 سال برای من کار کنی آخران وظیفه که به تو میدیم کالتاکلس رو کشتن است. او را که کشتی در خارجه برای صورت حساب شده و شناسنامه نو میدهیم و با این شناسنامه نو زندگی نوت را آغاز میکنی. تمام قبول میکنم، اما بعد از 1 سال کالتاکلس از آن من میشود. فهمو کالتاکلس رو بیارید. اونال تکلیف ما رو قبول کرد. چی؟ 1 سال برای ما کار میکنه. قبول کردی؟ دیوانه هستی تو، چه درد داری؟ چرا قبول کردی؟ برای من تکلیف کردن که رد کردن نتوانستم. اونلی ابله اولین وظیفه تو